میخوای گرافیک بازیت از این به این تبدیل بشه، پس تا آخر ویدیو با من همراه باش. برین داخل تنظیمات و گزینه سوم رو انتخاب کنید، بعد روی کاستوم 2 بزنید. و بعد روی این گزینه بزنید و رو اولی از سمت راست کلیک کنید. حالا هر کاری من داخل ویدیو انجام میدم رو انجام بدید. بعد از اینکه این کارها رو انجام دادین، روی گزینه سیو بزنید و این فلش بالایی رو بزنید و بعدش این تنظیمات رنگ هم اعمال کنید. Chip terminal is almost ready. The safe zone is collapsing.